که شلوار رو گفتیم در واقع دیگه حرف بزنم. بفرمایید. من استوریش هم کردم توی اینستاگرامم بچه‌ها اگر زدی هنر؟ آره. چی به شلوارت گفتی هنر؟ یه اثر هنریه این. خب بالاخره توش گذر زمان و چیزو می‌بینی. خیلی احساسات داره توش. و کلی جرم. آره. به آقایی که داشتین قاب می‌کرد گفتی که زیاد بهش دست. آقای پشماش ریخته بود. گفت من تابه‌ها، گفت من مثلا لباس فوتبال و جرزی و هاکی و اینا خیلی قاب کردم. ولی شلوار دست دومی که ترکیده رو تا به حال قاب نکردم. و اشاره به خشتکش داشت. آره آقای الکتروبوم اومد پایین گفتش که تو اگر اینو چند سال پات کردی پس چرا خشتکش سالمه؟ گفتم که اگر نزدیک ببینین این نزدیک 6 بار خشتکش دوباره دوخته شده. آقای اشاره به خشتک کرد و گفتش که این معلومه که خیلی ازش استفاده شده. گفتم آره یه 5 6 سالی از پشت در نیاوردین رفیقم. 100%. اینو می‌خواستم بگم. یکی قابش اشتباهات قرار طلایی و خوشگل شه. دو بچه گفتم میگه قرار نبود اینو بفروشی به مثلا تیکه تیکه کنی بفروشی. اونم تو فکرم هست بچه‌ها. خب گذاشتم یه چند سال حالا به صورت موزگونه بتونن بچه‌ها بیان مثلا آدما بیان نگاه کنن چیزی که می‌خوام. آره فکر می‌کنم ببرم مثلا چند جای مختلف مثلا شهرهای مختلف گوگنهایم و این جاها مثلا مادرن آرت موزیم و این چیزا بفرستم ایران تو چیز بذارن یه سری موزه ها تو ایران بزنن گالرینا. بعد از اون که عموم مردم تونستن ببینن و لذت ببرن تیکه تیکش کنیم با این زیبایی وقتی که روبرو شدن بعدش دیگه بتونیم تیکه تیکش کنیم و واقعا بدیم حیف آخه دریغ کنیم آدما رو از این. اتفاقا چیز خوبیه، سگمنت خوبیه. در مورد چی صحبت کردی، موزه اینو صحبت کردی. چند هفته پیش اتفاقا لوور افتاد. خب که ما در مورد چی صحبت نکردیم. درباره قرار شده بود درباره اخبار اینا میذار صحبت کنیم. نه قرار بود در مورد اخبار و اتفاقایی که داره میفته صحبت کنیم. یادم میره اینو ما کجا بودیم؟ ما فکر کنم توفینو بودیم که صبح بلند شدم تو آن گفتی که لوور رو زدن. عین فیلم‌ها. یعنی چی لوور رو زدن عین فیلم‌ها؟ گفت آره مثل اینکه رفتن توی مثلا تو 7 دقیقه فکر کنم اینجوری. توی 7 دقیقه موزه لوور رو زدن. اگر که بخوای کتری بذاری جوش بیاد بیشتر از 7 دقیقه طول میکشه. با لباسای در واقع کانستراکشن و با لباسایی که مثلا داشتن چیز می‌کردن بقیه رفتن تو بالا تو روز رو درو باز شیکوندن اومدن تو و بعدم بیرونم چند تا از این اسکوتر برقی‌ها داشتن سوار اونا شدن رفتن. یه تاجش هم که افتاده تو خیابون پیدا شده. آدما رو گرفتن ولی جواهرا رو که دیگه اصلا فکر نمی‌کنم دیگه کنسله دیگه. حیف. و میدونی ناراحت کنندگیش چیه؟ تو اونجا به من گفتی و من باور نکردم. تو گفتی اینا رو میرن آب میکنن. آره دیگه. یعنی اصلا من گفتم با امکان نداره اینو مثلا بره طلای مال چند سال پیش آب. به ما یاد دادن که مثلا یه بایری دارن که مثلا تو بلک مارکت ولی تو واقعیت معمولا اونجوری نیست. تو واقعیت آخه آبش کنه خیلی ارزشش میاد پایین دیگه. میدونی چی میگم؟ میشه قیمتش میشه طلا نمیشه قیمت تاج ناپل اون. آره معلومه ولی خب اون رو به کی بفروشه؟ هر کی بخره دیگه تمومه. یعنی اگر ازش بگیرن اونم میره زندان. میدونی چی میگم؟ هر کسی حاضر نیست ریسک کنه. تو فیلم‌ها زیاد دیدم که مثلا میرن تو بلک مارکت مثلا یه آقای میلیاردری مثلا احتمالاً عربی اون وقت هست که منتظر اینا رو بگیره. تو فیلم‌ها همیشه اینجوری آخه. ولی نه میدل ایسترن یا اروپا شرقی روس و اینا همیشه تو فیلم‌ها آدم بعدا همیشه این منتظر این حضرت. ولی نه تو واقعیت مثل که اکثر اوقات چه قبلا پیش اومده چیزی دزدی شده دیگه. ویدیوهاشو دیدی؟ 90% اوقات مثل که آب میکنن و الماس‌ها رو کوچیک‌تر می‌تراشن. چون مثل که کسایی که حرفه‌ای باشن از تراش الماس‌ها میتونن بفهمن که این برای قدیم چیز بود و برای اون تاجه بود. مخصوصا چیزایی که کلی ازشون عکس و داکیومنتیشن و اینا هست. برای همین تراشا هم حتی میان عوض میکنن. اون میدونی خوراکمون یه دونه تاج است که افتاده زمین. یعنی فکر کنم مثلا تو داشتی اگه میدیدی یه تاج افتاده برش نمیداشتی خدایی. مثل که بعضی کشور این که نه ولی دیدی تو بعضی کشورها برمیشه میدادن به موزه دوباره. آخه اصلا کجا میدونستی تو داری راه میری؟ آخه مثلا با 5 قدمی لووری دیگه مثلا دیگه میدونی تاج و اینا. آره میذاشم رو سرم. اپیزود بعدی با تاج ناپلئون میاد تو. ببین اولش برام داشتم ولی اگر میفهمیدم میورتم. یعنی اگه دم لوور بود میفهمم که این تاج برای لوور دیگه. من واقعا شاید نمیفهمم. دم درش افتاد مثلا دم جایی که در رفتن افتاده دیگه. نه فکر نمی‌کنم خیلی دورتر افتاده باشه. همون جایی که داشتم مثل که افتاده داغون هم شده اینجوری چه اینا. آره دیگه خب ولی من ناراحتم که گرفتنشون.
چرا؟ دوستش اینا خیلی باطری، خیلی این فیلم‌ها بود دیگه. خیلی از این چیزا بود که از واقعا دوست شده و از قبل و فلان، مثل فیلم‌ها دیدی آدم دلش می‌خواد اونا برنده شن، ولی نه من هیچ وقت دوست نداشتم آدم بده برنده ولی جالب، خیلی عجیب بود، یعنی واقعا مثل فیلم. بعد آخه من عاشق ویدیوهاشو داشتم میدم، یارو خیلی شیک سوار این لیفته بود و هم توی فرد داشتن آروم میاد. من عاشق فیلم‌ها و بازی‌های اینجوریام، مثل ایندیانا جونز و مانی هایست که آره دوزی و ایناست، ولی مثلا ایندیانا جونز و اینا که مثلا آرتفکت های قدیمی رو پیدا میکنن. آره دقیقاً خیلی دوست دارم این چیزای گنج پیدا کردن. تو اول چیزی پیدا کردی؟ من نه. مثلا پولی، چه میدونم، ساعتی؟ نه من مثلا تو جیبم بعضی وقتا مثلا از قبل پول گذاشتم پیدا میکنم دوباره خیلی ذوق میکنم. واقعا یکی از بهترین حسای دنیاست.